من امروز عرفه خدا خواهد فردا همه سحر خورا میخیزد. ماه مبارک رمضان ماه پاکی است. ماه پاکی، ماهی که دعاها مستجاب میشد. بعضی ها روزکشی ها میکنه موسیقی، بعضی ها یا تدبیر دینی میکنه موسیقی. همین باره من دامن سوهان من 30 سال مسجد جامع حضرت علی امام خطیبی کردگی. من شاگردشان خداینسم و کامرزا بهرام حاضر نایب مسجد جامع حضرت علی. ما خاندان به خاندان میرن، همه ها برای همون مراسم همون دینی چخیل گذراندن، چخیل اسرافگرا راه ندادن. چه بود به دقت شما هم معلومات میرسونن. التماس همون استوزه گپاشون گوش کرده عمل کنیم، نور بالای نور میشه. مرحمت دومن سوهان یک فکرتون برای همون اهل محله حضرت علی میرسوندید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الصحابه اجمعین. محترم اهل سنت و جماعت، من خدا خواهد فردا رمضان سر میشد، روزه مبارک، روزه پاکیزه. من چهلی که من وزیر رئیس گفتن این بام دوام یتیم پروردگار همون ماهنده تمام بنده هاشه نظر رحمتش که نگاه میکند، جنت دروازه گشودگی میشه، در دوزخ بسته کردگی میشه از همین ماهنده. برای امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گناهشون مغفرت کردن. من دائم شبانه روز من امت محمد مصطفی دائم شبانه روز میپرسن از خدا، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم گناه های امت جو به جو پرسیدگی. من این روزنده این روز هیچ یک سالنده امرت میاد خدا فرض کردگی. من بنی مسلمانی اپنیم عبادت باشد، ایمان آوردن به خدای تعالی، 5 وقت نماز خواندن، روزه ماه شریف رمضان داشتن، زکات مال دادن، طواف خانه کعبه کردن. یکی از همه فرض ها من خدا خواهد در فردا سر میشد. ماه رمضان 30 روز داشتنش ماه فرض. همه فقط روزه نماز کته نه، دیگه عبادت عمل نقص کنم هم حواس وای میشه. من میگم من مراسم های دیگه که یک سال امرت افطاری میکنم، گفتن این تو مرده حرکت کسودیان همون هم کم خرج که بزرگ گذرونه، مگر همون هم یک عبادت دست میشه، چون که ما اسراف را نداگی میشیدیم هموننده. همه که همه حق هم سیاد وزر حرکت که گذرونه میشدگی چیزمه. این با اون بسیار هایی گرگره مقا نغز نه، چون که اسراف خدای تعالی قطعی حرام کردگی. برای هوای اسراف قفا مونده خیلی احسان با برکت کم تر کردن موها خدای تعالی مناسب بیناند. خلق ما من تینجه میخواهد، همه دوی فوتیشن دسترخوان گتگیشن هم پروردگارم تینجه تی میگود، تینجه امانیتی محله ها آوش روز کوری دیاخونیتی گفته همه در توی دو میکنن. برای همه اینا بخورسندی نغزکتی گذراندن موها وجب کنم دیگه خدا. اگر عکسش بکنیم مگر سونه قن نغز نشود درکن. من مو رمضان ویاشم مایرم مسوس من مایرم زنکویی که من هم مادرام و خواهرام و هو کذا محلنگ هم تنه جنشان سوق شود آیا کچه قاطعت نیری اولاوشان با همهاشون سرور شده دولتی پیریتیت خدا پشاوزتا من قوامت باشکنش کوین از 90 گذران همهاشون کچه قاطعت برای مردگو زناکه تنهاشون سوق سلامت شود. رمضان بسیار به خداش مراسم بینانه و تینجی بخور سنده گرزانه. اولا بار السلام علیکم اهل محله. من امروز خرسنده این عید کلان، عید ماه رمضان میاد. رمضان معنی کلمه رمضان سیوای بده معنی میگه که رمضان کلمه رمضان رمضان سنگ تصفون سوزان شده گناه میریزد. اگر ما هموان روزه مگری یک تا گناه رو میریزد. این خدا تعالی فرمودگی چیزی دیمش با معنی رمضان رمز بارون میگود. بارون سیوای بردم بس تمام همونی توزیع که میشود. هم رمضان اندام گناهی همون بارون بود، هم رمضان میشود. برای من این روز مبارک پیغمبر خدا گفتن که سلطان ماه گفتن، یعنی 12 ماهنده این ماه با برکتش ماه پشوی ماه رمضان میشد. این پروردگار هم به روزانه رسوندگی من خدا شکر بکنلرگه میگه یتگالlar هم بر یتمگالlar هم بر میگه. برای همین مقصد اساس روزه سیوای عبادت این هم عبادت تنی هم عبادت مولی باید برای محله
همه محلندم مثلا یکون چیز تدبیر شود اومده از رئیس محله از دست خونشو پرسنل کنه میکنی این هم تا خاط با خوش خیلی هیچی نه چون که این چیزا نیست هم تا اگر ما عرف شیعه که ما رمضان خیر احسان حیات خیر احسانش که دوشون نمیشد دیگه خیر احسان باید ایواش کتی مصلحت کتی ما رمضان ده انا عبادت های هم عبادت نه هم عبادت مولی هم ره کم کم بشور وارد اردم کنیم رفته خیر سخاوت کنیم من وزوک باشه دگری این میومه کلون کده دبدبه که خب نبره ما رمضان ده کم بگه این اونو نگفت اکسونا گفتن این خود کتی کم بگه کوتاه کتی او دیس خدا گذان نکنینا توره کسی که همه ما افتارلی افتارلی کنده پنج شش آدم روزا رو حقیقت خوابش همونجا میرسن دیگه اینا با اون حشمات گوسپند کشی شرط نوای او برته بشور هوا آدمو شده باز منای کسلو های این مو رمضان انا میخوام آدم میدن نکن مو رمضان فقط روزه کته نباید مقصود کی اپن ناز دا معامله نکده محلیه کده یا کور خیر کده میکنه مگر میشد این هم روزه کته مو توات بود تو کنه بتونه مو برای همون کسی که میگه اومده مصلحت پرسه هم کم که من رئیس محله خوب ماله رو مشتقش به اینجا دروازه چه این دروازه به دروازه نه هم جو اومده انت نه همین اومده سرخونجو اومده مصلحت کرده میگه اودیا کده صد کده زن نمیشد چون رمضان انده اگه افتاد که اوده اومده یک تا چی خدا برواد این خداش میشد اینده برای همین این موها با خود سنده زمان اندکور نه تو موتی شود محله مو بو شود من محله مو بین هیچ جند اوبو شگی نه هم خیر این کوره که شگی هول طرق جند شگی این کوری و برای یک تو همه باشه مشکل کار کنیم کوچه ما هم شکر کنیم مو رمضان برای شکر کنیم این ما اوت تینجام اون همه جو سیر پری دیگه سیدا کن مو برای همین گفته ولی یک تا دومرو سمو کنه کلمه اویتای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اول امر منکم خدا فرست که گفته ملائکه گفته پیغمبر گفته پوشه گفته حکم میکنید ما اقوام برو میتونیم ما چیک ما هیچ کنده ما با خودمون نیست دعوت تو گفتی دعوت میکنی دعوت ما نبود خون نبود خون عبادت کن دیگه عبادت کن برای همین نه کده هر یک آدم باید فکر کنه همین عبادت هم رو مرام بناغزی پاتینجی تون یور نکن بشورم کسر یور نکن کسر تبین من یک صبح توت عبادت کن دیگه همه با میراش شکر با میراش کسی همه برای همه که بسیار نکنم بکن اینجا من نشود برای همین ایسرا که امور هم رمضان گذران مگر خدا خلاصه پروردگار ولی سرش گفتم من همون گناهی هم بشه پارتات بون بدون نام میشه برای همین من پروردگار تمام سلام که پروردگار رو خلق نگاه دارد در خطر آخر هم محله هم نگاه دارد محله هم اوه شود پروردگار همون دعوت کوی پیریتیت تو رمضان در پاندواش نگاه دارد از صفا میشه که ذکر پروردگار الله اکبر رئیس محل اما حکم محل گیم میشه به شما حضور رحمت کی به حکم آن که جمعه با مصلحت کوتاه نمیآید دوستی اهل خرد اهل دین اهل پیشوایی هم محل رو مطور با همون صحبت و رسید به نهایت کورو و سان چون که جمعه با مصلحت کوتاه نمیآید دیمش شریعت هرچند در کتاب گفته شریعت نباشد هم در بین خلق ما یک عباره مشهور است که شریعت شرایط است این چیز اگر مغز معنویش شکسته برای مگر شریعت شرایطی مگر خود آمده تختمش میکنن میستد و همون حکم که اسراف حرام است که چیز با من اساسی ماهیت اقتصادی اجتماعی معنوی دین اسلام رو تحلیل کرده برای مگر اسلام اصلش موافق گفته کتاب بخواه دوملا موافق گفته های پیغمبر اما موافق گفته قرآن عظیمشان حدیث دیگر عباره های خیرت پیش اندیزانه در همون یگان کارهای دشوار برخلاف جهت معنوی و مادی اقتصادی مثل خلق و نگران نشدگی نیست رئیس همش به هم نفع مردم است این دنیا هم مزه کن گفتاز که نمیش نکن اون دنیا هم فایده شبین یک کس که برآمده اینه که نوتوری تلقی میکرده که من رادیکال ها که رادیکال ها مثال یک با خوشت این که دین خودشون نخوب کرده حکومت دست میگیره به نهایت یک فکرهای سمیگوت خومین خیال محض چون که خلیفه دولت های خلیفه که در وقت 4 یارانه نگذشته که دیگه نیست فکر محض این
خود نمیبرین اکن موضوع دیر نرویم شریعت شرایط گفتگی چیز باید یکمش خدا 1000 بار به اندازه بیاده شکر که همه ماه شریف رمضان بر رسوندگیش به یک بزرگ اسلامی پرسیدن که ببینید سالهای دیر دراز شما سفر دریا کردید در همه سفر دریا چیزگون چیز عجایب دیدید گفتم از همون اهل خیرات گفتن که این عجایب کارهای بسیار کارهای بی اندازه دیدم هزار دیدم لیکن بهترینش همین که این ساحل تا اون ساحل ایسن هم رفته رسته خود هم به یکم همه ما من شما خوشبختم که من دین پرید به رمضان تا این روز مثال خوشبختانه رسیدم همه رساندگیش هم یک نعمت خدا ممکن یک خدا و یک کرد گردان ما چی شد معقول شده ما همسال اینجا زندگی کنند یک حصه معنویش گذارد گفتم جا با خودم دیمش من دمله ها جلو گپاکوی ناز زدن ما همه خود دودار بوین اکو بوین اگر اون سال میبرودم مقصد ما خلق ما خشاق شدن نیست سونالی منم دین اسلام من چل نیست ها روی کشیونم نیست اصلا شکن طوری چهاریاران گفتن که یکی از چهاریارا حضرت عمر رضی الله عنه گفتن اگر هر کسی که در ماه شریف رمضان دانه از گرنج تو صلوات و سلام دانه از دانه گرنج به یک تا آدم خیر احسان کند اگر چندان باید که خدای تعالی با عدد یک تا دانه گرنج دادگش در آن دنیا در همون جنت نعیم با عنوان به نام همون بنده پاکیزه سرش یک قصر بنا میکند که طول اندازش خودش میداند خودش میداند ممکن این دنیا کلام یک تا دانه گرنج نبینید خدا تا کدام اندازه اینا پیغمبر گفته بودن اینو حدیث نقل کردن تو همه اندازه مثلا پروردگار من شما مهربان انا که همین جنده همه با اساس کرده که آدمای مو شکرسیان مال بوشد کن لیکن من نباشد ادمل سوهان یا که دوین یا که شما رئیس فلان چی نباید کنه از شما قرض گرفته یک از قرض گرفته میهم کنم اینقدر نازه چون همون حق من صرف کرده حق بچه چما این چیز ممکن نیست قبول دارم که سرور شما یاردم شما سیت شورت ما من دست راخون چه خدا خواهد همون ماه شریف رمضان ناز گذشته من ختم قرآنی هم میشه اینجا که گذشته عید قربان من از اگر میگیرم حالا استاد گفتون نگرفتم دوملا گفتن هر یک خودتون گفتید این گپا هر یک محله دروازه شه هر یک شهر به دروازه نه البته این جمعه شهران حضرت علی نمونه دروازه ها ما های مونده ملاهای شما بود استوزوی که دیگر محله ها رفته تعلیم تربیت داده از طور دینی باشد از طور دنیوی باشد شاگرده یکشان شاگرده برآورده شما البته ما با شما فخر میکنیم من ماه رمضان ماه حالا چیکار که گفتید ماهی که در دوزخ بسته در جنت ماه پاکیگری در رحمت مغفرت در پاک همون ماهی دو تا قاره باشد هر شهرگرش که تو اشتشانش در کار یک کسل باشد کسل را رفته زیارت کردن در کار یک مظلوم باشد اون مظلوم با یک دردش به ملهم شده همونجا رفته خدمتش کردن در کار حالا شما گفتید مثلا من خانه مانده یک محله خبر کرده وای میکردگی باشم همون اسمی بود روزک شون میکردگی باشم جای همون به همون مظلوما محله مونده یردان پرام بشه مثلا یک 10 تا 15 تا باشد هر دو محلنگی مظلومی رفته خبر گرم ماحولشون هر سال اکنون این انا مونده جمع‌آرای سخاوت حضرت علی های این جمع‌آرای فقط رئیس نه همون اهل محله سر بزرگشه حضرت علی تدبیرکاراش همون با اور تمیزش همه‌شون دستگیری میکنن خرابکن میکنم یک تا خرابکن مثلا یک شخص اوضاع اوقات برده میرسونم هر یک خانواده همون خانواده مثلا 10 تا خانواده آدم باشد همون سحر خورنده افطارنده همون احسان همون شما کردگی یا یک تدبیرکار کردگی احوال اوضاع گرفته یک 5 وقت نماز خونه دوی فوت کنن این ماهی که شما گفتید هم 5 وقت نماز انده پرده نیست موبایل الله کده بنده شنه حضور پرده نیست دوم مستجم میشه که وقت اگر یه ریزگی موبایل کنم حالا شما گفتید حکم پاشا واجب البته مشتومه همه $1 میلیون برای حرکت کسیم افسوس که مونده قانون استوار برای قانون استوار بدنش برای ساختمان ما قسما تا آخر نرسانده شدنش اینجا کمتر رخصت نشدگی رخصت برای همون جمع شده خواندن با رخصت نشد برای های ما این سمی بود اندو غمگن نشده من روح افتاده نشده من جمعه شهراندان سر کندن نه من مسجد دوران حاجه های سینت رنده های من مولگون رنده های همونجا ها رفته که یک ماه گذرانده حالا دومنو گفتون
همون نماز تراویح هم مثلا گرم اویلان نباشه دکاس جد باب یا اویلان نه با باشکار خونه لیکن یک دیگه چیز که نمازخانه تشکیل کردن مونده تحقق شده فقط خوره. خانه هر یک خانه شخص همون خانه خودش میجا اولی خواهد خودش جو که بود مثلا گرم خانه جای شرایط کرده شرط نیم فرزندوشون و شوربه رفتن مثل قلب بالا رفتن اولی خونه دو بهم جمع خونه خشن ها باشکار کتی زنش کتی خوره ما لیکن باشکار اگه جماعت شده مثلا گرم یک تا کوچه یک تا خانه نه 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 بعد ممکن نه بعد همین چیز جواب دکتر همین Ona با domlov tanga 8 rakata اخی سونه گیننده حرام خرچیگی بشه اون روز البته من پرسیدی رفت و دوملش مثلا سوال ها گفتم نماز تروبه شرکت گفت مثلا شرکت تونه من ماتریال من همون آیات و احادیث گفتم من کتاب کم دیگه همش رمضان هم همش چیز مکتوب میکنم ده هم تو میگم آیات حدیث کتی و اکو من اون تلفن سیاسی گوش میکنم ما باید باشم مو کتاب در کار برای همه مو رمضان هم گفتش مو نقد سیوای روزی نقد داشته محله یک باید عمرین اوترکان مروت ایلا کلین توترکان سخوات ایلا یعنی نقد کن آدم با نقد کنه گنده کیمی برای همه محله عیب مو عیب یکتا من عیب همیشیم هو برای همه تین ذکر کرده مو رمضان با خواست کتی من اون آدمو میداگم انا یوردم کنه یوردم انا به یوردم کنه مو رمضان دا آورده من این سخوات من کی کوی چون برده بیچاره تیات بعضی تازه خونه نوام یا ترابط تشویقات کندم مثلا گرم پینیوتش هست و آدم توپ کردنش دیگر همون فقراهایی که بندگی شدگی تازه 7 سال باز محله نه اولاد برسه داشته و مثلا بعضا گوشیان که فلان چه بای بازم همون کار کرد سطح آدم شغل ملتون رئیس رفتش گرفتیان هم باید دقتشون رسوندن مونتون ناز میشد مثلا گرم همون خیلی تاور خودشون که گذرونن زیاد که باشد من از زیاد که اسراف کاری نکنه من ساختمان مسجد بتیان من دیم احتیاجم موضوع ریمونتش نمیکنم موندگی من یکم احتیاجم رحمت اهل محله حضرت علامه تدبیر و خلق و من شما گفتم من فخر میکنم که این مدت کوتاه من جنازه خانه ساخته ما این بینه دوشانه ساخته ما مسجد که $1,000,000 لایحه میشه این ساخته ما همه من فخر میکنم شما گفتم چیم نرسد مهر عقوبت ما همون عرفه عید رمضان داشتیم هیچ وقت هم الله رحمان رحیم اما بینو برشته نکنم بازم مهر عقوبت ما مستحکم شود یادگار ما چیکار میکنم یادگار ما چیکار کنم دستگیری کرده گوید دستگیری کرده همه بازم اینو عبود کرده ما هم محله‌های حرکت کنیم حتی رئیس چیزی یک تشکیل بکشوله کنه یک تشکیل بکشوله کنه نمیشه ما چیکار کنیم پرزیدنت هم میگه بر بوسه خالمت بر لاشته گوتامس همین شعار پرزیدنت ما 8 سال پیش عمل کرده 8 سال پیش عمل کرد ما یک تشکیل نو محله سخاوت به حضرت علی کرده بودیم که یک مقاله برآوردن نام o'zgargan mahallada hayot o'zgardi nomi mahallamo دیگه شد حضرت علی اگر حیاتمو دیگه شد من مهر عقوبتمو دیگه شد من شما دوی فوته شما که هیچ کم سایش نه یک همون مقطع ما خودش 25 تا میشن تا اولی همون دانشگاه دوی اولا در ما این نعمت شما دوی فوته شما که داشت من ماشتم هم ساختمانش خدا خواهد هم ماشتم در اومده ماهای رمضان انده واقعی هم میخوانم ایدوی هم میخوانم نموجیموهی هم میخوانم فقط حاضر کمتر همون اصابه وای بدنش اکن سی ساختمانمو با آخر نرسیدنش باشد همون که حرکت کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد طيبين والطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مخفی تلاوت قرآن حدود حضرت رحمان جل جلاله و اکرام ثواب ثمره همین تلاوت قرآن ثواب ثمره با سلام علیه و مسلوب باشم مجھے پیغمبر و مشورم با همه سری کنده گشتگه اهل جماعت همه گشتگه اول هم مومیه هم هر گشتگه مومی و مومنهای خدا رحمت نه یکن جنت شود ایمانشون هم رکمت گناهشون پریشد پروردگار با حرمت مو شفر رمضان گناهشون مغفرت کنی از عذاب قبر نگه دار روشون شد وشود أرواشنا أهم أمور شود اللهم اغفر لي وللمولد والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يهم منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا رب الله پروردگار به حضرت ذات پاک و قادری بزرگی بی همتاگر پروردگار دسترخوان معنوی هم رئیس دوستوردیان هم دسترخوان بخیر گردد پروردگار هم فکرهای گفتگی ذکرهای کرشتگی هم ریجه های نقشه‌های کشتگی پروردگار عمل تطبیق شود هم ماه شریف رمضان به ناز بنیکی سر کردیم به ناز بنیکی برادرانه خواهرانه صمیمانه به انتقام رسانیم در همین دوام وای پروردگار هم هر یک ماه خاص کرده پس شود دشمن ها به زیر دست شود یا فتح الله علی و یا سیف الذوالفقار هر بلایی چه پیش آید دفع کنی پروردگار خداوندا بگردانی بلا رازی آفت ها نگهداری تمارا به حق هر دگیسی محمد صلی الله علیه و آله و سلم زبون گردان زبردستان ما را برحمتک یا الله